میگه هر بار که به آینه نگاه میکنی یه قسمت از روحت رو میدزدی. آینه ها زنده ان، با انرژی وجودت تغذیه میکنن. حتما تو هم احساس کردی که بعد از نگاه کردن طولانی به آینه خسته و بیحال میشی. اما ترسناکترش اینجاست وقتی دیگه چیزی ازت نمونه. آینه خودش جای تو رو میگیره توی دنیای واقعی و تو برای همیشه توی دنیای پشت آینه زندانی میشی. از این به بعد وقتی به آینه نگاه میکنی بیشتر دقت کن، شاید داره بهت نگاه میکنه.